هر جا باشم پیش ایرانیان دلم. فروشگاه ایرانیان. بله. کجا بودیم داستان به اینجا رسید؟ صحبت از کچلی بود. بچه برگشت به باباش گفت بابا جان شنیدم اون آقایونی که 2 فرق سر دارن دیدیم 2 پیچ میخوره اینجا، میگن اونا 2 زن دارن. باباش گفت پسرم اینا همه خرافاته، گوش نده به این چیزا. گفت راست میگی بابا جان. باباش تاس بود. گفت اگه بنا به این چیزا بود شما با این فرق گشادتون الان باید حرم سرا می‌داشتیم واسه داستان اینجوریه. این دسته کجاست؟ میگفت مصطفی پیروزی دقت کن میگفت هر چقدر که دختر زشتره صداش نازتره و برعکس همینطور. میگفت ما مورد داشتیم، شما دیدیم مثلا خانم شاکردوست ماشاءالله چهره خیلی خوبی داره اما صدا خیلی بسیار صدای جالب و جذابی، صدا با چهره نمیخونه. تو دختر این قانون. مصطفی میگم ما یه دختری داشتیم تو فامیلمون چهره عین آنجلینا جولی، صدا مثل اگزوز خاور. اینه یه قوانین. زیاد گیر ندیم به این مسائل. اما عزیزان آهنگ تموم شد. خدا شاید اگه خودش میفهمه چی میگه مردی که دیوونه کرده همه دنیا رو. هوبا گانگستا این چه گویشی خاور دنیا داره. از قصد سر به سرشون میذارم چون که تو بحث مدال ها ناداوری کردن کره یا از میزبانشون سوء استفاده کردن. به افتخار ورزشکارای قهرمان کشورمون که من حق عبدولی رو اینجوری چیز کرد. خدا شاید اگه عبدولی تا در خونش هم رو اون فیتو میزد ولش نمیکرد بازم نمره به اون میدادم. مرد حساب دیگه کشتش، چرا حق کشی میکنیم؟ میگه هوبا گانگ استایل. گفتم خدای من این چی میگه؟ رفتم اینترنت کتب مختلف در آوردم این چی فهمیدم داره دختره رو صدا، اسم دختره هوبا، انگار داره بالا میاره. خب این چه اسمی تو؟ بعد هوبا یعنی چی؟ گانگ استایل یعنی من استایلم گانگنمیه. گانگنم کجاست؟ که از محله‌های بالا شهر سئول پایتخت کره جنوبی که پسره داره میگه من بچه بالا شهرم فلان محله، بیا سنیوریتا نترس از عاشق شدن، بیا اون با من. دیدی مثل خود تهرانمون مثلا پسره میخواد بلوغ بزنه میگه بچه الهی ام زعفرانی ام، زمانی که میخوان مخ بزنن میگن من بچه فرشته ام، زمانی که میخواد دعوا کنیم من بچه نازی آبادم. این همه تناقض آدم برام. خلاصه از گویش این خاورمیانه باز کره جنوبی و ژاپن بدک نیست، آدم یه چیزایی. اما این چینیا اصلا آدم سر نمیدونن چی به هم میگن، همش ه، نه خ دارن نه ر دارن نه خدا شاید گاهی اوقات من فکر می‌کنم دارن مسخره بازی اینا در میارن و گاهی میگم نکنه اینا انسان‌های اولیه‌ان که انقدر اومده جلو حالا دارن به این شکل میخوان به هم منظورشون رو به هم برسونن. به قول مصطفی پیروزی میگفت تو فکرشو بکن انسان‌های اولیه که بلد نبودن صحبت کنن میخواستن به هم فحش بدن چه نقاشیایی رو دیوار واسه هم میکشیدن. این به تو، اون به من، اینم به تو. مثلا یه کجا داره پیدا من نمیدونم. آمادگی بالاست ماشاءالله. خیلی وقته